وای ننه کلم شده 100 من. بیبی دست خوش خوب زدی شد. یعنی مامانم بفهمه به هوش اومدین حال میکنه. همین حالم میکنه که خانش صاف کردن. ده قنچنه نکش رو سرم. دیدی چقدر مواد مخدر مضره؟ دیگه این کارو نکن. اصلا میخورم، میخوام کراک بکشم که کرم از جونم بزنه در. دخالت تو کار من نکنین. بیاین احد یه گنج قیم کرده تو باغ زیر درخت انجیر. تا فراد نفهمیده به هوش نومده بریم درش کنیم. میخوام خودم تقسیمش کنم. تو کدوم باغ؟ این خرابش میکنه. انجیر؟ نه رتب. دست کله بله. او گنج خوکاکا عزیز لاداد. این هم خوندنم راست نمیگه. کوانجی بیا این زور ترید ماست نیست. مردی که جنگل شیار که فراد ناموسن نند داده دستمون. این گنج خودمون دزدید برد. میخوای یه بدتمون خلیا. تو کمکم کن یه درش کنم. نامردم ای باطل نزنم تو آپارتمان سازی. دوربین مرکزی آقای زاره بگم یه دوربین بزنیم ببینیم نند کجا میره. همین. او مای گاش یه آقای میراث فرهنگی اومده میگه میخوایم مامان جونو ببریم تلویزیون. یا الله سلام بر خانواده میهن دوست. سلام برادر. سلام کاکا چه خیرته انگار بفرمایید. خانم توپل خوشقلبی که میخواست گنج بده تحویل خودش حضور نداره. گنج خدا خونت خراب کنه قنچه. این نور تو دنور مبی قنچه خوب فراخ. مادر کار خوبی کرده با توجه به اینکه سالانه آثار تاریخی زیادی در خفا کشف و از کشور خارج میشه. شما کار بزرگی میخواد. خفا چیه کاکا؟ خفا قنچه بی لقایت خود تو دخترتی دست مانم با مانه بفروشی. لیاقته برو آماده شو تا بریم. ده حالا ماه پرزنری بیلچر سر کار مفتی آقای. حالا از کجا معلوم کار مامان من بوده همه چیز همین زید کردن اون؟ نه کار مامان من بوده. دختر به لباسام بو ببینیم بو تریاک نمیده. نه یه بو اسفند کوچیک میاد. تیپ زدید آقا فراد کجا به سلامتی؟ میرم میراث فرهنگی منه نند کارای اداریمونه کرده. منه تو پل خوش قلب خونم خراب کرده. یه مشتی خورده ریزی بگیرم بیام بگو کارت. قنچه لا فراد جلو بچه چی شروع بسته؟ دیدی ضعیفه چه سکهی سرمون فراد ننه جاش لو نده. نه ببین تخم حرومه. من ننم کارش بلده. گفته ویلای 1000 متری اسم باقی چی آن نیورده خاطر جمع. مادر خیلی خوش آمدید. ممنون. با توجه به صحبت‌های شما ما یک نقشه رو طراحی کردیم که دقیقاً محل گنج نشون میده. همینه. همین قلعه سنگین. خب الان بچهای ما اونجا حضور دارن به صورت آنلاین دارن میبینن. منتظر دستور شما هستن که حفاری رو شروع کنن. تو بگو تو چه مسترا بشم. فاضلاب ها حد همشه همونجا. کاملا اشتباه میکنی چون خانم توپل خوشقلب یه چیز دیگه میگفت. مادر الان بین صحبت شما و اون خانم تناقضی وجود داره. ایشون از باغ 1000 متری میگفت، شما از توالت و قلعه میگید. دارین میپیچونید. آج خانم را. مادر عمه این دوربین تو برق بکش. عمه هی. سلام بینندگان عزیز، ما در قلعه هستیم. پس از گذشت 3 روز از حفاری هنوز به تلاش ادامه میدیم. شنبه جان چه خبر؟ سلام کردم میکنم بسیار سفت هست و بوی نامطبوعی داره. فاضلاب 600 سال بلا استفاده بوده. انا تخم مار رسیدیم گنج. او تو مرا سرگجن میگیره. تخم مار نیست دانه انار است. اینا نشخش تو تربه کار احد بیدا. کو خودم بخونمش. بیا نوشته پسرم 27 قدم بعد ورودی باغ یادگاری برایت گذاشتم که خاک بلندت میکنه. نه بلندت برونش میکنه. که وقت نیست. یه 111 هم بخرم برای افسانه که خیلی جزا کشید ولی ننه قش تو تعبان بود. فکر کرده ریکی برده تو کبزی. یه ویلچر 2019 که 1 ساعت پر کنه حلاله. کنه نه رقم زده متدنی نداری. تو متدان الان شیره بده. شیره داری ارباحت. ها نه الان میشینی. خب اینا اینجا یه تشی سیما راه بنداز. اینجا همون که احد گفته برو بکن. 3 ماه پیرزن کوله کن ببر بالا بیار پایین به هوای یه خمره سکه درکی چراغ قیلپزی باش جلو مردم چراغ قیلپزی برم کشیدی رو پوست آهو. توشه بگم روشه بگم. میونشه بگو فراد یواش یواش باید بلند شی. تا الان هم برای گنجو من هیچ چیز نگفتم. من ابرج 3 کفشم دارم میخنده ندارم. صبوری گذاشته تو هرگارم اسم گذاشتم رو دختر مردم. بلند شو خودم هم دیگه مجردی بسوم کاکو. چی توی سیر دیدی؟ دلم اومد بالا. فراد خیلی آدم بی شخصیتی هستی. لون قرچین مردی که به من بچه هست اینجوری میزنی تو پوزم. که ما یک کله میخورن. دوی مراد اومدی دقیقه چی نگو. دی گنجابم جی پی 7000. فراد میگن گنج بواد خاک بلندت کرده. نه میگه احد گشنه ای مر. دی مراد احترام کله سفیدت بجا. فقط هر چی زودتر میتونی دوماد پوز باریک تجیلون ببر که 2 تا چوغ رو پوزش میزنم. نمیشه باهاش شوخی کنی. حالا هم برو بفروش بکن. برو که فاش خار مادر